او را هر صبح سر چنبرک نقلیات جمعیتی خط سیر رقم 25 می‌بینیم. همیشه لباسی ملی به بر دارد. به این منوال یکی از ترغیبگرانی لباس‌های ملی خوش‌دخت تاجیکی میباشد. شمی گلزیر و صاحب هنر است. دوزنده کرته‌های خوش‌دخت ملی میباشد. زمان با دیدن بانوان راننده آرزوی این پیشه را در دل میپرورید. امروز خود با شرافت صاحب استقلالی مملکت و دستگیری‌های روس افسون پیشوا ملت که مقام زنان در جامعه بلند گردید و زنان در برابر مردان برابر حقوق شدند، راننده در نقلیات جمعیتی گردیده با قول آرزویش جامعه عمل پوشید. خوش سخن و چهره خندان است و با معاشرت خوب پسند مسافران این خط سیر گردیده است. این بانوی مهنتقرین صاحب 6 فرزند است. بعد درگذشت شوهرش تلاش کرد که فرزندان را در روحیه سالم تربیت نموده صاحب هنر و صاحب کسب نماید. فرزندانش همگی صاحب معلوماتند و در ساحه‌های گوناگون فعالیت نظررس دارند. شمی گل با خصلت‌های حمیده، متین ارادگی و مادری مشفق بودن در جامعه منزلت خاصه دارد و صاحب احترام است. طولی 2 سال میشد که در این کارخانه کار و فعالیت میکنم و از کارخانه همون خیلی میندارم. ما از حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی میندار هستیم که برای ما همین خیلی اتوبوس‌های زمانوی تامین کرده و در کار و فعالیت خودمون خیلی خرسندیم. ما میخوایم که زنانی که در خانه نشستن بیان به این کسب و کاری رانندگی مشغول شوند و به خلق یاری رسانند. همه وقت صبح صادق ساعت 6 سحر به کار برآمده به خلقم خدمت خودم را میرسانم. همیشه کوشش میکنم که من به مسافرانم معامله خوبم را نشان دهم و سوق سلامت به منزلشان رسانم. مقام زن خیلی بلند شد. کار و فعالیت خودمون هم چون مردانه‌وار خدمت میرسانیم به خلقمون. از فیض صاحب استقلالی زن مادری تاجیک مقام و منزلت سزاوار دارد و با درک مسئولیت بلند در تربیت فرزندان و ترغیب ارزش‌های ملی و انسانگرایی سهم ارزنده می‌گذارد. اینچنین در برابر مردان در همه ساحه‌های حیات جامعه شرکتی بی‌واسطه و نظررس دارد. شمی گلزیر و بانوی مهنتقرین و با فضل است که در برابر مردان پیشه رانندگی را انتخاب نموده به شهروندان جمهوری خدمت ارزنده میکند. وقتی من به شهرمان میبرم و میدیدم که سری چنبرکی اتوبوس زنان میشینن، من خیلی هوس میکردم که منم خوشبخت هستم که به همین آرزوام رسیدم. ما هم در بعض زمان 4 نفر زن فعالیت میکنند. ما شکرانه میکنیم که در وطنمون همه وقت صلح و امنی است، همه وقت شادی و خرسندی است. این بانوی مهنت دوست بلند گردیدن مقام زن در جامعه را یکی از غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زن مادری تاجیک دانسته صادقانه و صافدلانه برای پیشبرد ساحه خدمت میکند. در واقع با بلند گردیدن مقام زنان در جامعه حقوق و منفعت‌های زنان حمایت گردیده برای عملی شدن اقدام‌های شایسته آنها زمینه‌های واقعی مهیا میباشند. همین است که بانوان مهنتقرین تاجیک جواباً به غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم صلح و ثبات و استقلالیت دولتی سهم می‌گذارند.